چای هم میخواین؟ ممنون. نه، قهوه کافیه. خیلی ممنون. خیلی هم وقت گذشته، ساعت 5 شده. اگه زودتر ارائه رو شروع کنیم خیلی خوب میشه. البته مرد، بهتره شروع کنیم. به نظرم چیزایی که توی ذهنتونه رو بگید بعد بریم سراغ ارائه. خیلی خوبه. من فکر میکنم خیلی واضح توضیح دادم. بله، در مورد تمام جزئیات صحبت کردیم. منتظر تو هستیم مرد. وقتش هم رسیده. بعد از ارائه صحبتام رو میتونیم با جزئیات انجام بدیم. من هنوزم فکر میکنم صحبت قبل از ارائه میتونه مفید باشه. مرد، خواهش میکنم بریم سراغ ارائه. ارائه؟ البته بریم سراغ ارائه. آماده است. خانم خوش اومدین. واسه اینکه طی ارائه مشکلی پیش نیاد سیستم رو چک کردیم. نخواستم وقت با ارزشتون هدر بره. ممنون. لیلا خانم، کارمنداتون هم اندازه شما با نزاکت و ظریفن. خیلی ممنون. اگه اینطوره فوراً بریم سراغ ارائه. حتما. اویکو، تو میتونی بری. چشم خانم. بله، ما هم بهتره بدون فوت وقت شروع کنیم به ارائه. لباسایی که اینجا میبینید خیلی خوبن. زود باش اویکو خانم، ببینم عشق چقدر به درد میخوره ها. از آشناییتون خیلی خوشحال شدم. ارائه عالی بود. اینو برای همه تعریف میکنم. شما رو الگو نشون میدم. خیلی ممنونیم. نظرتون خیلی برای ما مهمه. لیلا خانم، کار واسه شماست. از این پسر مثل الماس خوب استفاده کنید. واقعا قدرش از گوش شما گذشته. با شما مطمئنم کارهای بهتری انجام خواهیم داد. اصلا شکی ندارم. خدا نگهدارتون. من شما رو همراهی میکنم. البته. چطور ممکنه؟ همچین چیزی غیر ممکنه. باورم نمیشه. چیه؟ خیلی تعجب کردی؟ تو از چی حرف میزنی ها؟ خیلی خوب میدونی از چی دارم حرف میزنم. اویکو، خواستم ازت تشکر کنم. شدی فرشه نجات من. آره. سلام. سلام. داری جایی میری؟ آره میرم. خب کجا؟ نکنه سفر کاری داری؟ نه، میخوام یکم به خودم استراحت بدم. خب چنار، تو چرا این حرفو قبلا به هم نگفتی؟ الان یهویی داری میری؟ چنار، میشه با هم حرف بزنی؟ موضوعی برای صحبت نیست. چرا بی خبر از من داری میری؟ چرا وقتی حرف میزنی به صورتم نگاه نمی کنی؟ منو با یه عالمه سوال بی جواب تنها میذاری چنار؟ چرا؟ بی خودی خودتو خسته نکن. بهت که گفتم فقط میخوام از این موضوعات یکم دور باشم. چنار، زخمی میدونم، ولی زخماتم به هم نشون نمیدی. ببین تو خون ریزی میکنی. وقتی سکوت میکنی اون خون به منم میرسه. بیا با هم زخمتو مداوا کنیم. چیزی نیست که انقدر بزرگش کنی. لطفاً اغراق نکن. فقط میخوام یکم به ذهنم استراحت بدم. میخوام دور بشم. باید حرف بزنیم. خیلی وقت درست حسابی با هم حرف نمیزنی، ازم فرار میکنی. چنار، این سکوت حق من نیست، باور کن. تا
تا به من نگی چه خبره نمیتونی از اینجا بری. اجازه نمیدم. جدی دنیز؟ حالا میخوای واضح حرف بزنیم؟ باشه، پس راجبه همه چی حرف بزنیم. ممکنه این ازدواج واقعی نباشه. ممکنه ازدواج ما بر اساس توافقنامه باشه. ولی نمیتونی با مردای غریبه قرار بذاری و باهاشون گرم بگیری. چی داری میگی تو؟ تحویل بگیر. خواستی زخممو باز کنم، منم همه چی گفتم. کسی که بهم زخم زده و باعث خونریزی شده تویی. میشه با هم واضح تر حرف بزنی چنار؟ میخوای اسم بدم؟ باشه. وقتی داریم واضح حرف میزنیم پس اسمم میدیم دیگه. اصلا چطور اول تو تعریف کنی؟ چیا رو از من مخفی کردی؟ چی داری میگی تو؟ من هیچی رو ازت مخفی نکردم. کافیه دیگه دنیز. من متوجه همه چی هستم. میدونم با سردار قرار میذاری. چنار، ببین حرفایی میزنی که بعداً پشیمون میشی. الان عصبانی هستی. آروم شو، بعد حرف میزنیم باشه؟ من با خودم به اندازه کافی حرف زدم. گلی که برات فرستاده، آوردن شالت به خونه، بغل کردنتون، در مورد همش با خودم حرف زدم. گفتی شال؟ بی خیال دنیز، خودتو خسته نکن. چیزایی که من دیدم به اندازه کافی واضح بود. تو داری به چی اشاره میکنی؟ اشاره نمی کنم دنیز، دارم خیلی واضح میگم. نمیتونم اجازه بدم توی چشمام نگاه کنی یا بری با مردای دیگه خوش بگذرونی. من نمیتونم این کار بکنم. یعنی قولی که بهم دادی تا همینجا بود؟ چنار تو به من گفتی بهم اعتماد داری؟ تو از این اعتماد سوء استفاده کردی. باعث شدی واقعا دلم بشکنه دنیز. اصلا باورم نمیشه چنار. امکان نداره من تو رو اینقدر اشتباه شناخته باشم چنار. اونی که اشتباه شناخته منم دنیز. اجازه دادم با هم بازی کنیم، ولی دیگه تموم شد. وقتش رسیده برای این خاله بازی پایان مشخص کنیم. پایان اینجاست. واقعا که چنار. نگاش کن. کاراش بس نبود الان در رو میکوبه میره. همینطوری بدون نگاه کردن به پشت سرت برو. هم مقصر هم طلبکار. همه چی رو به هم ریختی دنیز. همه چی رو نابود کردی. دیگه هیچ چی درست نمیشه. مامان جون؟ هر چقدر بهت افتخار کنم کمه عزیزم. خب من پسر کیم ها مامان جون؟ خیلی نرماله که از این به بعد به هم افتخار کنی. سر بلندت میکنم، نگران نباش. به نظرم تو دیگه لایق بیشتر از افتخاری پسر خوشگلم. ای خدا، قراره سورپرایز بشه؟ سورپرایز نیست، بگیم چیزی که باید بشه اتفاق میفته. مامان جون بگو دیگه، جون به لبم کردی. از پس کار بزرگی بر اومدی، دیگه باید مدیر عامل بشی. مدیر عامل؟ جدی دارین میگین؟ یعنی الان من واقعا مدیر عاملم؟ دقیقاً همینطوره. خیلی ممنون مامان جون، خیلی ازت ممنونم. هیچ وقت تو رو شرمنده نمی کنم. مطمئن باش مامان. مطمئنم، وگرنه این مسئولیت رو به تو نمیدادم پسرم. یعنی الان من میتونم به تنهایی تصمیم گیری کنم؟ آره منظورتون همینه؟ یعنی جدی مدیر عامل شدم؟ مدیر عاملی دیگه، اختیاراتت زیاد شده. خیلی ازت ممنونم مامان جون، واقعا ممنونم. مامان جون خدا رو شکر دارمت. مطمئن باش هیچ وقت تو رو پشیمون نمی کنم. بهترین کاری که از دستم بر بیاد واسهتون انجام میدم. و البته باید منو ببخشین دیگه، به عنوان یه مدیر عامل باید مراقب حرکاتم باشم. و الان میخوام یه قهوه مهمونتون کنم. بفرمایید. باشه پسرم. بفرمایید.
دنیز، اینجا تنهایی داری چی کار میکنی؟ تو گریه کردی؟ نه عزیزم، چیزی نیست، موضوع مهمی نیست. ببین اگه تعریف نکنی دلخور میشم. چشمات خیلی قرمز شده. به خاطر چی ناراحت شدی؟ آسین، واقعا چیزی نیست. من فقط الان باید تنها باشم باشه. اگه بریزی درونت بدتر میشه. بعدش هم اگه من غریبم نمیشه با هم درد دل کنی؟ ببین واقعا چیزی نیست. بهت قول میدم اگه چیزی شد اول با تو صحبت کنم باشه. باشه پس. من همیشه اینجا حاضرم به حرفات گوش بدم باشه. من تو رو با خودت تنها میذارم. چنار؟ تو این هوای خوب داری تنهایی چی کار میکنی؟ بیا بریم تو حیاط یه قهوه بخوریم. باید یکم کار کنم. تو ناراحتی؟ ناراحت به نظر میرسی. چیزیم نیست آسین، خوبم. فقط خستم. خسته ای و میگی باید کار کنم چنار؟ آسین، خوبم. باید برم سر کار خستگی نمیشناسه. باشه. پس من برات یه قهوه خستگی در کن درست میکنم میارم ها؟ آسین جون خیلی ممنونم. خیلی به فکر منی. ولی نمیخوام. خیلی وقت هدر دادن. باید شروع به کار کنم. پیام دریافت شد. میگی زود باش آسین، برو روز بخیر. میرم. ولی به فکرتم. اگه به چیزی نیاز داشتی میتونی صدام بزنی. ممنونم. آی چه خبر، خوشگل ترین مامان دنیا. خیر باشه. چیزی شده دخترم؟ حتما یه چیزی میخوای مگه نه؟ واقعا که آهو خانم، یعنی دیگه نمیتونم مامانم رو ببوسم؟ باید دنبال یه دلیل باشم. خب دخترم، چه میدونم، وقتی این رفتارای محبت‌آمیز ازت دیدم تعجب کردم. خیلی خوب، پس من میرم اتاقم یکم قیافه میگیرم که دلت خوشه. اینو نگاه، هیچ حرفی رو بی جواب نمیذاره. دختر خوشگل من، همیشه رو لبات خنده باشه. اصلا نگران نباش مامان، من دیگه همیشه خوشحال میمونم. آقا مرد، اویکه خانم، امروز بازم صورتتون خندونه. وقتی دلیلشو بشنوید شما هم خیلی خوشحال میشین. چی شده؟ بگو دیگه. معرفی میکنم. در مقابل شما مدیر عامل جدید شرکت مرد کجابی هستش. چی؟ جدی میگی؟ آره البته که جدی میگم. تبریک میگم. من بهت اعتماد دارم، تو به بهترین جاها میرسی. و بازم به لطف تو. چه ربطی به من داره؟ تو هم با استعدادی و همکاری، لایق جایی که بهش هستی میرسی. الان بی خیال متواضع و فروتن بودن. اگه تو نبودی اصلا موفق نمیشدم. اولا جلوی مشتری آبروم میرفت، دوما نمیتونستم ارائه را انجام بدم. واقعا خیلی خوشحالم که دارمت. وقتش تلنگری بهش بزنم. باید یه چیزایی رو بهش یادآوری کنم.
بله. آهو جون. مگه دوغ خوردیم که جدایی افتاده بینمون؟ ما رو فراموش کردی یا؟ مگه میشه شما رو فراموش کرد؟ حتما ممکنه. ببین اگه من زنگ نزنم اصلا زنگ نمیزنی یا؟ شماره منو از کی گرفتین؟ مگه ما دشمن همیم؟ زشته به خدا. نه آخه تو گوشیم نبود، به خاطر اون پرسیدم. باشه آهو جون، شوخی کردم عزیزم. برات خبرای خیلی خوبی دارم. امیدوارم بند و بساطتو جمع کنی و از اینجا بری. بله؟ آهو جون نفهمیدم، صدات نیومد. جایی که هستی آنتن نداره نه؟ گفتم ژاله خانم میخواین چه خبر خوبی بهم بدین؟ نمیتونم همینجوری که خشک خالی بگم. 2 فنجون قهوه آماده کن، منم خودمو میرسونم. مال من شکر داشته باشه ها. ژاله خانم تو خونه کمی کار داریم، امکان نداره. مگه من غریبم تو رو خدا؟ تو یکی از اتاقایی که نظافتش تموم شده میشینیم. ژاله خانم من الان نمیتونم ازتون پذیرایی کنم. باشه من دارم میام، به امید دیدار. آبجیا، درد سرایی که برام درست کردی رفته دارن بزرگ میشن. من چطور از دست این زن خلاص بشم؟ امیدوارم کار احمقانه‌ای نکرده باشه و با آیکو و دنیز حرف نزده باشه. از این زن هر کاری برمیاد. با کی حرف میزدی؟ با کسی حرف نمیزدم. آیسل چی داری میگی؟ با گوشام شنیدم. یعنی داشتی با خودت حرف میزدی؟ تلویزیون روشن بود، سریال مورد علاقم بود، داشتم سر زن فیلم غر میزدم. من برم آشپزخونه ببینم کاری برای انجام دادن هست یا نه. یالچی سورپرایز. چی شده؟ از خوشحالی نمیتونی حرف بزنی؟ خیلی دلت واسم تنگ شده؟ کاش که بهم خبر میدادی میای. اون وقت سورپرایز نمیشد و این واکنش خوشگلتو نمیتونستم ببینم. بیا داخل. چنار چرا خونه ای؟ بیرون کارایی که باید حل می‌کردم و انجام دادم بابا. به شرکت زنگ زدم، همه جلسه ها رو کنسل کردی؟ بله همینطوره. کارای بیرونم خیلی زیاد بود، فقط به اونا رسیدم. چیزی هست که بخوای برام تعریف کنی؟ نه چیزی برای تعریف کردن نیست. خیلی خوب، همینطور که میگی باشه. ولی امروز جلسه ساعت 17 خیلی مهمه، میخوام حتما شرکت کنی. بابا من اون جلسه رو خیلی وقت پیش کنسل کردم. منم زنگ زدم به خاطر اینکه به تعویق نیفته، خواهش کردم. چنار اگه پروژه رو اینقدر به تعویق بندازیم دیگه کاری برای انجام دادن نیست. زود باش خودتو جمع جور کن. بابا جون من هر بار بهت میگم که بهونه نمیخوام. زود باش آماده شو، با هم به شرکت میریم. معلومه خیلی دلتنگ شده بودی ولی صبر کن. تو دلت واسه من تنگ نشده؟ البته که دلم تنگ شده. خب چرا منتظری؟ قبل از این که بریم داخل تعریف کن ببینم اون طرفا چه خبر. خسته کننده. جلسه‌های کاری یکی تموم میشد اون یکی شروع میشد. یعنی میگی فقط کار بود؟ نه عزیزم، البته که فقط کار نبود. وقتی خالی هم دلم واسه تو تنگ میشد. خیلی باور کردنی نیست ولی باشه. ولی هنوز سورپرایزهای من تموم نشده. اینو واسه من خریدی؟ البته که واسه تو خریدم. فکر کردی چون یه طرف دیگه دنیام تو رو از قلبم بیرون میکنم؟ ممنونم. بفرمایید ژاله خانم، خوش اومدی. خیلی ممنون. آهو جون خونن؟
آهو خانم، آهو خانم. آهو جون. خوش اومدین. عزیزم چیزی شده؟ انگار ناراحت به نظر میرسی، انگار بی‌حوصله‌ای. چیزیم نیست، فقط سرم درد میکنه. من الان سردردتو خوب میکنم. سوزان جون واسه ما 2 فنجون قهوه درست میکنی؟ توی تراس بخوریم؟ سوزان قهوه هامونو بیار تو تراس. باشه خانم. برای چیزای خیلی مهمی تعریف میکنم. بیا. همه چی به مرور زمان انقدر خوب میشه که این روزا رو حتی یادمونم نمیاد. یه روز حتما به هم میرسیم. بالاخره تو هم میفهمی که ما برای هم ساخته شدیم. وقتی از کسایی که خواستن بیان بینمون عبور کنیم روزای خوبمون شروع میشه. از همه حقیقتهای دنیا بیشتر دوست دارم چنار. خب دیگه تعریف کنین. آش به خدا یه اتفاقاتی افتاد که خب میشنوم. آیسل برای آشتی راضی شد. چی؟ یعنی چطوری؟ والا از دهن خودش شنیدم آهو جون. بعدم اینقدر ذوق و شوق داشت که نه عزیزم، همچین چیزی نگفته. اون لجبازه. اون دیگه لجباز نیست، خیلی هم خوشحال بود. دنیز اویکو هم همینطور. چی؟ اونا هم فهمیدن؟ البته که فهمیدن، خیلی هم خوشحال شدن. آره خیلی خوشحال شدن آهو جون. تازه خیلی هم خوب شد. بعدش هم صدای آلارم. چه آلارمی؟ شما چی میگین؟ آلارم ساعت عزیزم. بعدش یهویی من از خواب بیدار شدم. نفهمیدم. همش خواب بود دیگه عزیزم. آخیش. چرا گفتید آخیش آهو جون؟ نه من خب تعجب کردم، همینطوری گفتم. یعنی شما تا حالا داشتین خوابتون رو برام تعریف میکردین؟ واقعی به نظر میرسید که نگو. زن دیوونه. همش به اونا میگفتی عزیزای من، خواهرزاده های خوشگلم، خالتون بزرگ شدنتون رو ندید. به خدا قسم توی خواب اینقدر گریه کردم که بالشتم خیس شده بود. درد تو رو از اینجا حس کردم آهو جون. خواب دیگه، شما خودتون رو ناراحت نکنین. کجا دیده شده 2 خواهر قهر کنن ها؟ زندگی دیگه، همه چی ممکنه پیش بیاد. ببین من و داداشم هم قهر بودیم ولی آشتی کردیم. دنیاست دیگه. فردا پس فردا مشکلی براش پیش میاد، جیگر آیسل میسوزه. گفتین براتون یه مژده دارم، این بود؟ هیچی یادت نمیره ها. من این خواب برای آیسل تعریف کردم. خب ولی به نظرم خیلی خوشش اومده بود. حتی دلش میخواد آشتی کنه ولی نمیتونه بگه. به نظرم براتون سوء تفاهم پیش اومده ژاله خانم. بیا و لجبازی نکن آهو جون. خواهرزاده جلوی چشمته ولی نمیدونه تو خاله اونی. عمه؟ عزیزم. اومدی ولی اصلا خبر نمیدی. آهو خانم وقتی واسه قهوه خوردن اصرار کرد نتونستم دلشو بشکنم. نوش جونه هر دوتاتون. عزیزم انگار رنگت پریده. مریض که نیستی؟ نه عمی جون، دیشب زیاد خوابیدم به خاطر همین. خیلی خوب، پس بیا تو هم بگیر بشین. مامانم اینا چطورن عمی جون؟ تو چطوری؟ ما خوبیم عزیزم. در از تو چطوری؟ من خوبم، خیلی خوبم. والا چرا دروغ بگم؟ آهو خانم وقتی اینجا کنارته اصلا نگرانت نمیشم. معلومه که خیلی مراقبت هستن. ببین مشخصه خدا به همه همچین جایی رو نصیب کنه. آی برادرزاده خوشگلمون رو میبینی آهو جون؟
پرنسسه، پرنسس. حتما خواستی بگی برادرزادم عمه جون. البته تو فقط برادرزاده منی عزیزم. اینجا به جز من فامیل دیگه ای داری؟ کاشکی بقیه هم همچین خواهرزاده ای داشتن. خب داشتین در مورد آیسل خانم حرف میزدین. آره، پاک فراموش کرده بودم. مامانم خوبه عمه جون؟ کاملا خوبه، ماشاءالله سر حاله. چه لباسایی که نمیدوزه. باید این موضوع کار رو زودتر حل کنی شوکت. دارم میگردم آیسل، ولی رزق ما توی دهن شیره. توی این دور زمانه حتی جوونام کار پیدا نمیکنن. پس چی کار کنیم؟ همینطوری بشینیم؟ باید ماهانه قسط بانکو بدیم. میدونم خیلی زود کار پیدا میکنم، نگران نباش. با پولی که من از خونه مدر میارم که نمیشه. چند تا قسط پرداخت کردیم ولی بعدش چی کار کنیم؟ باش آیسل، راستش به همه گفتم. همین که بشنون فوراً به هم زنگ میزنن. خدا به همون کمک کنه شوکت. چی بگم؟ آمین. بگذاریم من برم آشپزخونه که کار دارم. آخه من قسط خونه رم دادم، هیچ پولی هم پیشم نیست. الان چی کار میشه کرد؟ الو تورگوت. یالچین؟ خانومم، صدام از نزدیک میاد؟ منظورت چیه؟ یعنی اومدم. خوشحال نشدی؟ میای بعد الان به هم خبر میدی یالچینی چه وضعشه؟ من توی راهم دارم میام خونه. دلتنگی رو رفع میکنیم. وای خیلی خوب، چشمتون روشن. شوهرتون بود نه؟ آره تو راهه. چشمتون روشن. ممنون. آقا فهمی جون رو ندیدم، حالشون چطوره؟ سلامتن انشالله که خوبن. بابام کاملا خوبه، مثل همیشه سر کارشونن. من خیلی وقت چنارم نمیبینم، باور کنین عین پسرمون میمونه نه دامادمون. برای شام بمون عمه جون، اینطوری کنارم میبینی. دیگه چی؟ هم باشه میریم. نه به خاطر اون نگفتم. میدونین که همسرم داره میاد، خیلی وقته که ندیدمش. خب میدونین که یه شام خانوادگیه. هیجان زده شده که شوهرش میخواد بیاد. تو نگران نباش، من اصلا ناراحت نمیشم. منم جزو خانواده‌تون محسوب میشم دیگه. لقمه غذاست میشینیم میخوریم دیگه. اشاره نمی کنم دنیز، واضح دارم بهت میگم. نمیتونم اجازه بدم توی چشای من نگاه کنی و با مردای دیگه خوشو بش کنی. هرگز نمیتونم. قولی که بهم دادی تا همینجا بود؟ آره؟ مگه تو به من نگفتی بهم اعتماد داری؟ تویی که از اعتماد من سوء استفاده کردی. باعث شدی دلم بشکنه دنیز. اصلا باورم نمیشه. امکان نداره من انقدر تو رو اشتباه شناخته باشم چنار. اونی که تو رو اشتباه شناخته منم. اجازه دادم با هم بازی کنی، ولی دیگه تموم شد. وقتش رسیده برای این خاله بازی نقطه پایان مشخص کنی. اینجا پایانه. واقعا که چنار.
خدا لعنتش کنه. زن رسما چسبیده به عمارت. به نظرم میخواد بیاد اینجا و زندگی کنه. اصلا تعجب نمی کنم. خطر بیخ گوشمه. الو آبجی، خواهش میکنم این زن رو سریع از خونه من ببر بیرون. کدوم زن؟ کدوم زن میخواد باشه؟ البته که خواهر شوهر عزیز جاله. به نظرم میخواد بیاد اینجا و زندگی کنه. از اینجا نمیره. این زالو چسبیده به من. نمیتونم بیرونش کنم. جاله الان خونه شماست. پس کجا میخوای باشه آبجی؟ آره توی عمارته. تو داری منو مسخره میکنی؟ میگم زنه از عمارت نمیره بیرون. انگار اومدنش کافی نیست. زنی که پر رو خودشو واسه شام دعوت میکنه. ملاحظه است آیسل. اگه بهش رو بدی میخواد شبم اینجا بخوابه. ندید بدید گدا. مگه من جاله رو فرستادم اونجا؟ فرصت گیر آورده اومده خونتون. مگه من میگم تو اونو فرستادی؟ دارم میگم یه کاری بکن نیاد اینجا. چرا نمیفهمی آبجی؟ باشه وقتی اومد خونه بهش میگم. وقتی اومد خونه نه. همین الان بهش زنگ بزن از اینجا بره. من این آدما رو خوب میشناسم. وقتی جاهایی رو که تو عمرشون ندیدن و ببینن معلومه که ولکنش نیستن دیگه. دارم دیوونه میشم. موندم با این زن دیوونه چی کار کنم به خدا. آه جاله، من میدونم باها چی کار کنم. ببینم دیگه میتونیم بره عمارت یا نه. ببین از چشمات کاملا مشخصه یه چیزایی شده ولی تو واسه عمه تعریف نمی کنی. عمه جون خوبم. دیروز خیلی کار کردم، یکم خستم. دیگه چیزی نیست که خودتو ناراحت کنی. ببین اگه چیزی هست که به هم نمیگی واقعا ازت دلخور میشم. گفتم که واقعا خوبم. میونه تو و چنار چطوره؟ خوبید؟ ببین آدم نمیتونه همه چیو برای مادرش تعریف کنه. عمه اگه از این سوالو بپرسی به خدا جیغ میزنم. میگم کمکم کنید باشه. گوشیم داره زنگ میخوره. خدا رو شکر کن وگرنه راحتت نمیذاشتم. مامانت داره زنگ میزنه. الو جاله کجا موندی عزیزم؟ عزیزم کارم طول کشید. کارمو تموم کنم و میام. راستش من خیلی فشار اومده بهم. سرم داره گیج میره. اصلا حالم خوب نیست. میتونی زودتر بیای خونه؟ میترسم حالم بد بشه. باشه من الان خودمو میرسونم. تو بگیر دراز بکش و استراحت کن. باشه خیلی خوب میبینمت. چیزی که نشده نه؟ نه عزیزم دلش واسه من تنگ شده. میخواد برم پیشه. ای کاش خب با هم میومدین اینجا. کاراش زیاد بود. بعد منم زیاد اصرار نکردم. من داشتم چی میگفتم؟ همه چی رو نمیشه به مادر گفت. عمه اینجاست برای من تعریف کن. همه چی پیش من مثل راز میمونه. باشه عمه جون. الان داری میری؟ آره مادرت نگرانم شده. من میرم بعدن واسه شام میام. باشه خیلی خوب شد اومدی. دارین میرین؟ آره یه وقت دیگه برای شام میام پیشتون. باشه. ای خدا خیلی ناراحت شدم که واسه شام نموندید. به آقای یالچین سلام منو برسونید. توی همچین عمارتی تنها بودن باید خیلی سخت باشه نه؟ من بدرقت میکنم عمه جون. بریم. بی تربیت اصلا نمیفهمه داره چی میگه. خوش اومدین آقا یالچین. خیلی ممنونم از شما. الوان چمدون آقا یالچین رو خالی کن. چشم خانم. لباسای چرکم بنداز لباسشویی. الوان چمدون توسی بمونه. زیریو ببر باشه. هر طور شما میخواین آقا یالچین. یالچین من نمیفهمم. هی بیخبر میری و بیخبر بر میگردی. این چه جور کاریه؟ عزیزم جلسه پشت جلسه شروع و تموم میشد. یعنی سرت خیلی شلوغ بود؟ نه وقتایی هم بود که سرم شلوغ نبود. خب آقا یالچین میشه بگین اون موقع ها چی کار میکردین؟ خب دلم واسه شما تنگ میشد. آی بس کن تو سالن این کارا رو نکن. مگه چی عزیزم؟ زن چندین ساله من نیستی؟ ولی زنگ زدن به زن چندین سالت رو یادت میره. سورپرایزت کردم مگه چیه؟ بعدش هم واسه هدیه های خوشگل خریدم.
الان وقت هدیه نیست. برو آستینو ببین، دلش برات خیلی تنگ شده. پس هدیه رو تو اتاق خواب نگاه میکنی باشه؟ همه یه فصل همون چیزای تکراری. اینو که خریدم، از این یکی هم دارم. بعدن میگن ناسین چرا لباس پیدا نمیکنه. واقعا خلاقیتشون صفره. خب سورپرایزای بابا چقدر خلاقیت داره ببینم. بابا بیا اینجا عزیزم. دختر من. عزیزم. بالاخره اومدی؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود بابا. در اصل من دلم واسه تنگ شده بود، یکی دونم. دخترم چقدر بزرگ شدی. آیه نه دیگه بابا، بزرگتر از این نمیشم. یالا بیا. خب وقتی من نبودم چی کار میکردی؟ هیچی، همونطور که میدونی. تو چرا خبر ندادی که میان؟ سورپرایز کردم. خب مگه بده؟ آیه عالی شد. حتما مامانم هم خوشحال شده. ببینم میخوای از خوشحالی بال در بیاری؟ اون چیه؟ بازش کن ببین. بابا باورم نمیشه، یادت نرفته بود. مگه میشه یادم بره عزیزم؟ تو از بچگی هر بار میرفتم سفر کاری ازم سازدهنی میخواستی. ببین اون همه جلسه مغازه به مغازه گشتم واسط سازدهنی پیدا کردم. بابا جونم. خیلی دوست دارم. تو بهترین بابای دنیایی. منم خیلی دوست دارم. وقتی صدای سازدهنی رو میشنوم یاد بچگیام میافتم. یالچین به فکر همه بوده. چنار جون با تو صحبت نکردم. ازدواج چطور پیش میره؟ به فکر اینکه با دنیز پیر بشی عادت کردی یا نه؟ خوب پیش میره داداش. آره همه چی رو به راهه. خب یالچین تعریف کن ببینم کارا چطور پیش رفت. خیلی خوب بابا، مخصوصا وقتی آخرین برجو ببینی به هم افتخار میکنی. خوبه، پس الکی نرفته. بازار چطور پیش میره؟ سال بعد نصف بازارشون رو کوجابیا به دست میگیرن. این سوال اون موقع بپرس. راستی سرمایه گذارا عاشق پروژه ها شدن. بعضیاشون میخوان بیان و شخصا ببینن. خیلی خوب. خب پس میگی کارا خوب پیش رفت. نمیگم خوب بود، میگم خیلی خوب بود. عاشق پروژه ما شد. ساختمونه سقف بازی که من چند وقت پیش روش کار میکردم و یادته؟ اونا خیلی توجهشون رو جلب کرد. اگه فقط 2 سرمایه گذار از اونجا بگیریم به این معنیه که سود ما 5 برابر میشه. میفهمی؟ 5 برابر. فکر نکرده بودم این کار انقدر بازدهی داشته باشه. آفرین. تبریک میگم داداش. این سرمایه‌ای که جمع کردی در آینده خیلی بازدهی داره واسم. چنار بهت یه توصیه برادرانه کنم. توی زندگی کاری نباید چیزی رو بجز کار تو اولویت بذاری. کار جلوتر از همه چیز میاد. یالچین در نبود تو چنار خیلی خوب شرکت رو اداره کرد. تمام جلسه ها و ملاقات های ناقص تو رو کامل کرد. حتی ملاقات ساختم تموم کرد مگه نه؟ زیر سایه تو بابا. بدون کمک شما اصلا موفق نبودم. دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. میشه جونت. میخوای زود بخوابی دخترم؟ آره مامان جون، خیلی خستم. شب بخیر دخترم. شب بخیر. شب بخیر. آی منم خیلی خسته شدم. وقتی شب میشه آدم بهتر متوجه میشه. راستی یادم رفت بپرسم تو امروز کجا بودی؟ خب رفتم یه دوست داشتم از اینجا اسباب کشی کرد، رفت یه محله دیگه، رفتم یه سری بهش بزنم. یکم مریض شده بود، رفتم پیش اون. وقتی هم مادرش اومد فوراً اومدیم اینجا. ایشالا خدا شفا بده. وایسا تو رو خدای سیل جون، تو مریضی، امروزم زنگ زدی، من انجام میدم باشه؟ حالا بی خیال اون، اما ببین ساعت چند شده، شوکت هنوز پیداش نیست. عزیز مردی بیچاره دنبال کار میگرده، یکم بهش اعتماد کن. دنبال کار بگرده باشه، اما میترسم قاطی این موضوع قمار نشه.
آی آیسل نگو، مرد به اون گندگی بهت قول داد. من ضمانت میکنم دیگه از این کارا نمیکنه. آخه داداش یه قرونم پول پیشم نمونده. پس منتظر چی هستی ها؟ الان میشه به هم وام بدی؟ ببین بعد بیشتر ورشکست میشی. این بار از چشم من نبینا. داداش تو جورش کن، نگران چیزی نباش. مطمئنی؟ برنده میشی آره؟ مطمئنم، هر چیزی که باختم و پس میگیرم، پول بیشتری هم در میارم. یه چاره‌ای براش پیدا میکنم، ولی ببین بین خودمون بمونه. واسه تو جور میکنم کسی دیگه ای نفهمه. باشه داداش نگران نباش، من به هیچ کس چیزی نمیگم، قول میدم داداش، یه راز میمونه. خیلی خوب باشه دمت گرم. داداش اینا رو بده. ممنونم داداش. موفق باشی داداشم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. قابلی نداشت. الوانا، گفتم چمدون رو خالی کن، همینطور گذاشته و رفته. از پس هیچ کاری بر نمیان. همه چیز رو باید بارها یادآوری کنی. اگه ظهر رسیده، پس چرا به من گفت نزدیک شب رسیدم؟
این همه وقت کجا بود؟ شرکتم که نرفته. یا یالچین، تو داری چی کار میکنی؟ اینم مال من. بره تو بنداز. بیا. داداش مگه میشه اینم گل نشه؟ آروم باش شوکت، انگار از وقتی اومدی چند بار برنده شدی. هم بازی کردن بلد نیستی هم میشینی سر میز داداش. حالا چرا بی خودی قیافه میگیری؟ اینقدر چرت و پرت نگین و بازیتونو کنین. احمق. بازم افتادی تو دستم. تازه خودشو زرنگ فرض میکنه. خوشگل ترین زن دنیا. اگه بدونی چقدر دلم واسه تنگ شده بود. از هدیات خوشت نیومد؟ این چیه؟ بلیت هواپیما. مگه چیه؟ نه بابا، هواپیما ظهر فرود اومده. بگو تا شب کجا بودی یالچین؟ اصلا نپرس عزیزم. اول هواپیما تأخیر داشت، بعد چمدونا قاطی شده بود، تا شب منتظر اونا موندم. ولی الان به خاطر این حسادت‌ها خوشگل‌ترین هدیه‌ای که گرفتم و نمیتونم بهت بدم. ببین چی گرفتم واسط. ببینم. ممنون، خیلی شیکه. عزیزم هیچی از تو شیکتر نیست. حتی خوشگل‌ترین جواهرات دنیا پیش تو کم جلوه است. چقدر تو خواب زیبایی. تو بی نهایت زیبایی.
یعنی خوابیده؟ مگه ساعت چنده؟ این صبح به این زودی رفته کجا؟ آی دخترم صبحونه نخورده، صبح زود پا میشه میره سر کار. آفرین، چه اراده‌ای داره این دختر به خدا. ببین، مطمئن باش این تو آینده به یه جایی میرسه. داداش حواست کجاست؟ دارم با کی حرف میزنم؟ چیزی گفتی؟ یه عالمه چیز گفتم. صبحونم که نخوردی. تو چته؟ مریضی؟ بچه ها زنگ زدن، یه کار پیدا کردن، من میرم اونجا. این یه چیزیش هست، ولی بایستا ببینم، به زودی بوش در میاد. شوکت کجاست؟ همین یه دقیقه پیش رفت سر کار. یه صبح بخیرم نگفت و رفت. واسه چی اینقدر عجله داشت؟ وای آیسل، تو هم یه چیزی میگی. مرد بیچاره دنبال کار بگرده یا وایسه که به تو صبح بخیر بگه؟ طفلی داداشم سنی ازش گذشته ولی باید بره دنبال کار. راست میگی جاله جون، منم این اواخر خیلی بهش گیر میدم. آیسل جون، داشت یادم میرفت بهت بگم من کار دارم، چند لحظه بعد میرم بیرون. کجا میخوای بری؟ پیش دوست مریضت؟ عزیزم گفتی مادرش اومده، دیگه نیازی نیست بری اونجا. نه عزیزم، نمیرم اونجا. مگه من پرستارشم که همش برم اونجا؟ من میرم بازار تخفیفا شروع شده، واسه خودم یه دست لباس خوشگل بخرم. نمیشه، یه روز دیگه برو خرید. امروز باید رب و مربا واسه زمستون درست کنیم جاله. نه خیر آیسل جون، اونو فردا درست میکنیم. ای بابا نمیشه، میوه ها که تا فردا منتظر نمیمونن. ببین تو الان سفره رو جمع کن، بعد هرچه سریعتر شروع به کار میکنیم. وای آیسل، کمرم. آخ کمرم اینقدر درد گرفت که نگو. من برم تا دکتر دارو برام بنویسه. باشه جاله جون، اول کارمون رو تموم میکنیم، بعدن اگه کمر درد میکرد با هم دیگه میریم دکتر. زود باش، جمعشون کن ببینم. صبح بخیر. امروز قهوه مهمون منی. امروز بی‌صبرانه منتظرتم بیای شرکت. کنار شیرینی هم میخوای یا به نظرم خودت به اندازه کافی شیرینی؟ این چه حرفاییه صبح به این زودی؟ نمیدونم قهوه شیرینی، خودت شیرینی، یعنی چی؟ همه این اتفاقا به خاطر تو افتاده. من امروز نمیام شرکت. خوبی یا مریض شدی؟ به چیزی نیاز داری؟ اگه من خوب باشم یا نباشم آخه به تو چه ربطی داره؟ چرا به تو نیازی داشته باشم ها؟ باشه، مجبور نیستم هر روز بیام سر کار. مریضم نیستم، به اندازه کافی خوبم. یعنی داشت به اون سردار بیشرف پیام میداد؟ حالا یکم آرایش کنم.
قبلا اینقدر آرایش نمی کرد. الان داره واسه کی اینطور آماده میشه؟ واسه کی میخواد باشه؟ جواب مشخصه. واسه همونی که داشت باهاش پیام بازی میکرد. همینجوری اونجا وایسا. یه موقع دهنتو باز نکنی. انگار روزه یه سکوت گرفته. مثل اینکه لباسات تازه است. نه، چند وقت پیش اویکو واسه تولدم خریده بود. چرا اینو پرسیدی؟ هیچی. توجهمو جلب کرد. فکر کردم جدیده. آرایشتم خیلی بهت میاد. ممنونم. من باید برم. تو شرکت چند تا جلسه دارم. بیا. بیا دخترم. بابا جون داروهاتون آوردم. بیا دخترم بیا. آهو دخترم، چیزی هست که میخوای بهم بگی؟ نمیخوام وقتتون رو بگیرم. مشخصه که کار داریم. دخترم، من از شما مهمتر چه کاری میتونم داشته باشم؟ بشین لطفاً. خیلی خوب دخترم، گوشم با توه. میدونم که قلب شما خیلی بزرگه و برای خانواده چقدر اهمیت قائلین بابا جون. بهتون خیلی احترام میذارم بابا جون. آخه شما همیشه الگوی منین. برای این حرفا ممنونم، اما به اندازه احترامی که برام قائلی، عشق و اعتمادم میخوام. بابا جون این چه حرفیه؟ من به شما... پس آهو جون، میتونی راحت با هم صحبت کنی. ما یه خانواده ایم مگه نه؟ در اصل چیزی که میخوام بگم در مورد خانواده است. با ازدواج چنار خانواده‌مون بزرگ شد. دنیز و خانواده‌شون هم بخشی از خانواده ما شدن. ولی چی؟ البته در خونه ما همیشه به روی اونا بازه. ولی ژاله خانوم، یعنی کاش وقتی میاد یه خبری بده. لطفاً بد برداشت نکنین وگرنه خیلی ناراحت میشم. ژاله خانوم خانومی با انرژی و شاد و متفاوته، ولی فکر کنم از آداب معاشرت چیزی سرش نمیشه. یعنی هر روز یهویی میاد عمارت. نظم عمارت هم که میدونین. نمیدونم چطور پذیرایی کنم و چی آماده کنم بابا جون. چیزی نگفتین بابا جون؟ امیدوارم از حرفام ناراحت نشده باشین. حق داری دخترم، خیلی حق داری. منم داشتم فکر میکردم بدون اینکه دلشو بشکنم چطور این موضوع رو حل کنم. من با یه زبون مناسب باهاشون حرف میزنم بدون اینکه قلبشو بشکنم. البته اگه شما اجازه بدین. اما دخترم بدون درد سر این موضوع رو حل کنیم باشه؟ باشه. حتی انکارم نکرد که با سردار قرار میذاره. اینو چی کارش کنن؟ چرا؟ چون واقعیت اینه بارش. با چشمای خودم دیدم که توی بغل هم بودن. چطور انکار کنه داداش؟ انکار کنه که چی بگه؟ تنها جملاتی که میگه اینه که به من اعتماد نداری، پشیمون میشی، واقعا که و اینا. آخه چطور باید اعتماد کنم ها؟ آروم باش قهرمان. ببین چرا حرفایی نزن که فردا ازشون بخوای پشیمون بشی.
تازه بعدش هم اونجایی که من فهمیدم تو اصلا به حرفای دنیز گوش نکردی، که داد و بیداد کردی، دختره رو متهم کردی. آقا من مطمئنم همه این سوالات جوابی دارن. تو فقط اول یکم آروم شو، بعدش دنیز رو بذار جلوت، ازش بپرس چی عوض میشه. به دنیز گوش بده، بعد متوجه همه چی میشه دیگه. که چی بشه؟ چی عوض میشه؟ بارش نمیبینی؟ ما دیگه فقط جلوی بقیه نقش بازی میکنیم، حتی هیچ حرفی نمیزنیم. از این ساعت به بعد اگه بپرسم هم جواب نمیده. اگه یکم آروم بشه به حرفات گوش میکنه. ببین دنیز دختر عاقلیه، حتما واسه همه این اتفاقا یه جوابی داره داداش، ولی تو هم یکم باید عاقل بشی دیگه. ببین هر کی بیشتر داد بزنه اونی که حق داره نیست. نپرسید که تعریف کنم سلما. اومد جلوم فقط داد زد، همین. که چرا من به عنوان یه زن متأهل با بقیه ملاقات میکنم، که چرا سردار واسم گل خریده. از موضوع شالم حرف زد که اصلا نفهمیدم اونو. انگار دیوونه شده بود، به خدا انگار دیوونه شده بود. با سردار کل اعصابشو به هم ریخته. اصلا نمیبخشمش. این بار واقعا هیچ کدوم از حرفاش حقم نبود سلما. این یه سوء تفاهم کوچیک نیست سلما. بهت میگم این دفعه ما واقعا با هم دعوا کردیم. دعوا کردن؟ پس اون ادواتفارای سر میز همشون الکی بود. آفرین سردار، با یه دسته گل و یه شال کارو حلش کردی. چنار؟ سلام. سلام آقا تکین. سلام. آقا تکین چطورین؟ هر روز بهترم. خوبه؟ نمیشینین یه قهوه مهمونتون کنم؟ نه صحبتتون رو قطع نمی کنم. ایشالله یه وقت دیگه صحبت میکنیم و مینوشیم ایشالله. شما یه استودیوی عکاسی داشتید مگه نه؟ بله. یکی از دوستان برای نوش میخواست یه فیلم برداری خاص انجام بده. میشه کارتتون رو به من بدید؟ بله حتما، بفرمایید. خیلی ممنون ازتون. بفرمایید. چنار خدا بد نده لکه‌ای روی دستتون. این ماه گرفتگیه. ماه گرفتگی؟ بله. فهمیدم. من نگران شدم، فکر کردم زخمی شدی پسرم. بگذاریم، من وقتتون رو نمیگیرم. با اجازتون من میرم. خدا نگهدارت. آقای چنار، به جای خراب کردن کوههای روبرو بهتر نیست که بری سعی کنی دل دنیز رو به دست بیاری به نظرت؟ فکر نمی کنی اینجوری بهتره؟ همه داستانا پایان خوش ندارن. این داستانم تا اینجا بوده و تمام. اینجا پایانه. اوف چنار، آخه چرا داستان تموم بشه؟ داستان شما تازه داره شروع میشه. بابا این مزخرفات داستان تموم شده، این چیزای پایان خوش، این چیزا نیست، از ذهنت پاک کن. نمیشه داداش. همش میگم نباید فکر بد کنم، ولی بغل کردن سردار و دنیز از جلوی چشمم نمیره داداش. خب باشه ازم، من درکت میکنم. واقعیتیه که تحملش خیلی سخته، ولی تا نفهمیدی و گوش ندادی تو رو خدا قلب دنیز رو نشکن. گناه داره دختره. بارش تو متوجه نیستی. میگم با چشمای خودم دیدم هم دیگر رو بغل کردن. نمیفهمی؟ چنار جون بسه دیگه. این آدمی که درونت الان داره داد میزنه رو ساکت کن. چشما به چیزی که دیدن، گوشا به چیزی که شنیدن و قلب به چیزی که ندیده باور میکنه. تو هم به چشمای دنیز نه، به قلبش نگاه کن. چیزایی که میگه رو نه، چیزایی که نمیگه رو گوش بده. اون وقت میفهمی که خیلی دوستت داره. بی خودی داری خودتو گول میزنی داداش. ببین تو دنیز رو خیلی دوست داری، درستش هم همینه و درست ها دیر یا زود مشخص میشن. تاوان بی احترامی سردار رو از دنیز پس نگیر. کاش که همینقدر راحت بود. اگه آسون بود که اسمش عشق نمی بود چنار دیگه. ماه گرفتگی مادرزادی.
از مجموعه مخصوص باباهای خاص اسپرسوی تلخ مخصوص شما. بفرمایید آقا. بابا؟ الو بابا خوبی؟ ها؟ آها خوبم پسرم، دست درد نکنه. نوش جون. بابا تو چیزی شده؟ میخوای با من حرف بزنی؟ ای خدا نذاشتم پیش پسرم یه قهوه بخورم، پشت سر هم پیام. ببخشید پسرم، من باید فوراً برم. باشه؟ عالیه عالی. میبینمت. قطعاً یه چیزی هست. بله مامان جون، به عنوان مدیر عامل بی صبرانه منتظرم تا اولین وظیفه‌مو بشنوم. زمان کمی به کتواک مونده. آره متوجهم. و این کتواک برای ما خیلی مهمه، میدونی که؟ مگه میشه ندونم مامان جون؟ یعنی سالی یه بار انجامش میدیم و تقریبا بودجه 2 سالمون رو اون کتواک تأمین میکنه. برای همینم باید دیده بشه دیگه. امسال تمام مسئولیت‌های اون کتواک با توئه. منظورت از تمام چیه؟ یعنی انتخاب مانکن، دکوراسیون داخلی، یا چه میدونم مثل مکان کتواک؟ هر چیزی که به ذهنت میرسه. مامان جون خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم که بهم اعتماد کردی یا همچین وظیفه مهمی رو بهم دادی. اصلا کاری نمی‌کنم که ناامید چی. مطمئن باشین از پسش برمیام. باید گزارش کاراتو بهم بدی مرد. آها، یعنی میگی هر کاری که میخوای بکن ولی بهم خبر بده. برعکس، دارم میگم همیشه کنارتم. سنم و اویکو هم بهت کمک میکنن عزیزی دلم. انقدر کارمو به خوبی انجام میدم که یه بار دیگه بهم افتخار کنی مامان جون. در اون مورد شکی ندارم. خیلی ممنونم مامان جون، خیلی. زود باش دیگه، کار منتظرتونن. باشه، میبینمت. خسته نباشی. تو مرکز پکن راجع به شریک شدن تو سرمایه گذاری با شرایط به توافق رسیدیم. خوبه. ماده هایی که من گفتم به قرارداد اضافه شد؟ البته. راستی شرکت تو پکن هم دقیقاً عین ماست. یه شرکت خانوادگیه. رئیس کلش عین شما پدر خانواده است. اونم شبیه شماست. توی کارش خبره و پایبند به رسوم. یالچین، ما به این پایبندی نمیگیم، بهش میگیم کار سالم انجام دادن. درسته. واسه همین کاتالوگی که برای ارائه اونجا آماده کردم و نسخه فیزیکیشو آوردم واسه شما. بده ببینم. اگه تایید کنید هم فیزیکی و هم نسخه الکترونیکشو برای طرف مقابل میفرستم. تو به این میگی نوآوری؟ آره؟ چطور؟ یالچین، میخوای شرکتو با این عکس‌ها معرفی کنی؟ تو این عکس‌ها رو با موبایل گرفتی؟ من واسه این که از بودجه بیشتر. یالچین، بودجه به معنای رفع موارد ضروری نیست، به معنای اینه که برای یه سرمایه گذاری درست بودجه درستی بذاریم. یعنی توی سرمایه گذاری بین المللی با همچین کاتالوگی رفتن اعتبار ما رو با خاک یکسان میکنه. فهمیدم. من به آژانس زنگ میزنم ببینم چه وقتی برای این موضوع میدن. باشه؟ اگه زمان نیست باید زمان پیدا کنی، اگه امکان نیست باید خلق کنی. به آژانسشون زنگ بزن، کاری که انجام دادن مشخصه. تو به چنار بگو، اون حلش میکنه. بابا چنار چطور حلش میکنه؟ مگه وقت هست؟ مگه اکیپ هست؟ یالچین، هر کاری میگم بکن، به چنار زنگ بزن. چنار غرغر نمیکنه و یه راه حلی پیدا میکنه. تازه برای اکیپ هم مگه از دنیز و چنار بهتر اکیپی هست؟ یالچین، کی میخوای دست از بهونه آوردن و دنبال دلیلای علکی گشتن برداری ها؟ بابا جون در حقم بی انصافی نمی کنی؟ ای بابا. باشه یالچین، میتونی بری. من خودم به چنار زنگ میزنم.
خیلی خوب. یه بارم که شده کارو درست انجام بده. خوش اومدی عزیزم. ممنون عزیزم. یالچین برگشته، شنیدی؟ آره همینطوره. هم میگم تا دیر نشده بریم صحبت کنیم. برای چی؟ یعنی چی برای چی؟ میخواستیم در مورد نامزد یاسین و ازگار حرف بزنیم. مگه نگفتیم وقتی برگشت حرف بزنیم؟ عزیزم یارو تازه اومده، میگه میشه اول بسم الله بریم جلو برای خواستگاری. شما اول با آهو حرف بزنید. باشه درست میگی. باشه شما درستش کنید دیگه. باید اینجا باشه. آها خودشه، پیداش کردم. یالا 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 زود باش. خودشه. بفرمایید. چنار خدا بد نده، لکه‌ای روی دستتون میاد. آها این ماه گرفتگی مادرزادی. ماه گرفتگی؟ آره. چنار ممکنه تو باشی؟ این ماه گرفتگی هر دوش یه جوره. دقیقا همونجا تصادفیه؟ ممکن نیست تصادفی باشه. آروم باش تکین، آروم باش، فوراً حرکت نکن. باید مدارک محکمی جور کنم. بله مدارک محکم میخوام. چنار بله بابا. چنار سلام پسرم، کجایی؟ برای جلسه میرم شرکت بابا. نه ولش کن، نرو، فوراً برگرد به امارت، کارت دارم. خیر باشه. مشکلی هست بابا؟ نه چیزی نیست که حل نشه، ولی وقت تلف نکن، فوراً بیا امارت. بگو دنیزم حتما بیاد. باشه میام بابا. فوراً بیاین. یالچین، این دست و پا چلفتی بودنت به دردمون خورد. خوبه. الو، جلسه امروز رو بنداز برای یه وقت دیگه. خیلی خوب، هر طور مایلید آقا چنار. باشه میبینمتون. یعنی چرا باید جلسه رو کنسل کنم؟ نکنه مشکلمون با دنیزو فهمیده. آستین اینجام که نیست. ای بابا چی کار کنم؟ این ریخت و پاشو نگاه کن. آدم اینو اینجا قایمش میکنه. کسی نمیتونه مانع عشقم بشه چنار. نه مامانم، نه بابا بزرگم و نه اون دنیز مار. حتی تو چنار، تو مال من میشی، فقط مال من. از این خونه لعنتی میریم، فقط من و تو. کسی نمیتونه ما رو پیدا کنه. تو رو از دست دنیز نجات میدم. اون عشق مسمومیم که بهت داده رو از بدنت میکشم بیرون. حتی اگه لازم باشه سر دنیز ما رو میکنم، به هر بهایی که باشه. دختر کوچولوی من چطوری متوجه این موضوع نشدم؟ تو به چه روزی افتادی؟ دختر بیچاره من. منو صدا زدین رئیس؟ مدیر شدن حقت بود. بهت تبریک میگم.
خیلی ممنون، ولی این موفقیت کار همه ما بود. لطفاً بشین. با کمال میل. ولی واسه یه خبر خیلی بدی دارم. از این ساعت به بعد باید بیشتر کار کنیم. برای مجموعه زمستونی کارا رو شروع و تقسیم مسئولیت میکنیم. تو و اویکو طراحی مجموعه رو انجام میدین. برای این دارم میگم که همزمان با کتواکه. برای کتواکم به 45 لباس نیاز داریم که این میشه 15 تا مانکن. میتونی پیدا کنی؟ اون راحته. از مانکنای قدیمی انتخاب میکنیم، درسته؟ مانکنای قدیمی مشکلی ندارن، ولی من دنبال صورتای جدید میگردم. آها، یعنی رئیس جدید و مانکنای جدید. خونه تازه خوبه. بهتریناشو انتخاب میکنم، نگران نباش. باشه، اول تو انتخاب کن، ولی گزینش آخری رو من شخصا انجام میدم. باشه؟ هر طور که مایلی. میبینمت. خسته نباشی. آستین جون، مامان جون تو نپرسیدی خودم میگم. دانشگاه نیستم چون درسی ندارم و پروژم تموم شده. اینطوری نگو دخترم، کسی بشنوه فکر میکنه من یه مادر خشنم. واسه بازجویی که نیومدم. خانم محترم، شما کی هستید و با مامان من چی کار کردین؟ بیا اینجا ببینم. مامان، تو واقعا خوبی؟ یا من خوبم؟ یعنی ببین حقیقت رو از من مخفی نکن. چقدر از عمرم مونده؟ این چه حرفیه؟ خدا نکنه. تو معنای زندگی منی عزیزم. نه فکر کنم که هنوز بیدار نشدم. این یه خوابه مگه نه؟ به خدا دارم به دل میگیرم. انگار من یه مادر بدم. باشه، این اواخر ممکنه بهت فشار آورده باشم، ولی همه چی به خاطر خودت بوده. وقتی تو خوشحال باشی منم میتونم خوشحال باشم. خوشحالی من واسه تو اینقدر مهمه مامان؟ البته که مهمه. از همه چیز مهمتره. ببین چی میگم. امروز یه روز مادر و دختری باشه. یادت یه کفش بود که خیلی دلت میخواست بخریش؟ بریم اونو بخریم. نظرت چیه؟ عالی میشد، ولی من به دریا قول دادم قراره بریم سینما. البته میخواستم بگم تو هم بیا، اما تو اصلا فیلم ترسناک دوست نداری. ببخشید. باشه، این بار میبخشم جادوگر کوچولو. ولی قولت یادت نره. باشه پس تو تا نظرت عوض نشده من میرم. خوش بگذره عزیزم. ممنونم. الو، من تکین یوکسل هستم. میشه منو با آقای وکیل وصل کنید؟ البته آقا، الان وصل میکنم. بفرمایید آقا تکین. وکیل، هر کاری داری بی خیالش میشی. من یه کار خیلی مهمی بهات دارم. آقا تکین، ولی داداشتون؟ بله، کار خیلی مهمیه. آقا تکین، ولی داداشتون؟ میدونم وکیل، میدونم. اگه خیلی مهم نبود نمیگفتم خدا بیامرز و از تو قبرش بکشید بیارید بیرون. ولی به خاطر کاروبار قبر حکم دادگاه لازمه که اینم کاری نیست که تو یکی دو روز تموم بشه. برای همین بهت زنگ زدم دیگه. هر کاری میکنی انجام بده. اون تستای دی ان ای هم به هم برسون زود باش. چشم آقا تکین، هر چی شما بگین. منتظر خبرتم. چی شده جاله خیلی گرفتی؟ دارم فکر میکنم ترشی‌ها رو با لیمو بندازم یا سرکه. معلومه که با سرکه میندازی. با لیمو. من 40 سال ترشی درست میکنم. معلومه که با سرکه بهتره. زندادش جون، من از تو بهتر ترشی درست میکنم. با لیمو باید درست کرد. نه خیر، ترشی با سرکه بهتر میفته. با لیمو. با سرکه خوبه. لیمو. دارم میگم سرکه. این فیلم علیراشید و مینه اسکون شد. آره، از ما خدا بیامرزی میخواست. خدا بیامرزتشون. آمین. چه فیلمای خوبی بودن مگه نه؟ خانوادگی پای تلویزیون میشستیم، میخندیدیم، ناراحت میشدیم. فیلمایی بود که اهمیت خانواده رو نشون میداد. خیلی خوب بود. حالا که گفتم خانواده، میگم الان آهو خانم تا حالا از این ترشی‌های خونگی نخورده. میگم یکم برای آقا فهمی جونم از اینا ببرم. آهو از همه چیز بهترینشو بلده. بعدش هم بازارای ارگانیک واسه چیه؟ اون چیزایی که من و تو درست میکنیم و نمیپسنده.
آره همینطوره. به حرف زن داداشت گوش کن تا بتونیم با همدیگه یه ترشی خوب درست کنیم. اول لیمو بریز وسط صحبت، بعد شروع کن شوخی کردن. چیزی گفتی عزیزم؟ نه. سلام. سلام. چرا ما رو صدا زده؟ چیزی میدونی؟ نه من چیزی نگفتم. نمیدونم. اصلا کاراتو چطور میخواستی بگی؟ بگذاریم. میریم داخل و موضوع رو میفهمیم. بیا. بیا این بچه ها. یه مشکل مهم هست که باید حلش کنیم. بابا ما فقط یالچین بازم دهن لقبازی در آورد. این بچه باید یاد بگیره که کی با کی حرف بزنه. یعنی اونم میدونه؟ البته بهونه‌های دست و پا چلفتی بودنشو تعریف کرد نه؟ چنار به این عکس‌ها نگاه کن. این عکس‌ها به درد نخورن. حتی چینیام نمیتونن از این بدترشو درست کنن. عکس‌ها؟ بله خب تو چی فرض کردی؟ چنار در اصل فکر میکرد انقدر بد نباشه آقا فهمی. ولی البته وقتی عکس‌ها رو دید نظرش عوض شد. مگه نه چنار؟ آره یه چند تاییش بد نیست بابا. طرفداری دعاشتو نکن. یعنی من نمیفهمم شما بهتر سر در میارین، ولی به نظرم باید این عکس‌ها از اول گرفته بشه. بله عالی میشه. دوتاتون با هم. دوتامون با هم؟ آره یه دست صدا نداره. این کار برای شما بهتره. من میتونم حلش کنم بابا. آره به نظر منم چنار حل میکنه، چون من یه عالمه کار دارم، باید به اونو برسم. بچه‌ها وقت برای از دست دادن نداریم. باید عکس تموم ساخت اونا گرفته بشه. این کاتالوگ امروز میره برای چاپ. زود باشین ببینم. کار دست شماست. زود باشین. البته هر جور که شما بخواین.